نه اشکال نداره. آقای 64 ساله‌ای که با مشکل استرس و اضطراب و وسواس فکری و تپش قلب مخصوصا توی خواب به ما مراجعه کردن. قبلا سابقه مصرف دارو به مدت 18 سال داشتن. درمان و دستگاه RTMS رو براشون شروع کردیم و الان جلسه آخرشون هست. میخوام بپرسم که چجوری ارزیابی میکنن، حالشون چطوره و شرایط الان به چه صورته. من تقریبا 17-18 سال با دارو درمان میکردم ولی متاسفانه نتیجه حاصل نشد. کما اینکه روز آخری که من مراجعه کردم به اینجا و بعد استرس داشتم که میخواستم سرم رو بزنم به دیوار، مراجعه کردم اینجا، در عین ناباوری واقعا به شکل یک معجزه اتفاق افتاده. من با 30 جلسه که از این دستگاه استفاده کردم امروز استرس رو کنار گذاشتم، خیلی ریلکسم، خیلی راحتم، خوابم خیلی خوب شده. در مجموع فکر کنم اصلا نیازی به دارو ندارم. دارویی که اینجا بهتون ندادیم یا اضافه نشد؟ نه، هیچ دارویی اضافه نشد. امروز داروتون کمتر هم شده؟ امروز داروم کمتر شد. اعتراض روز اولی که تشریف آوردم نواحی قرمز رنگ و آبی رنگ مشخصه. نقشه سمت چپ نقشه امروزه که ازشون گرفتیم و خوشبختانه درست شده. چیزایی که خدمتتون عرض کردم رو اگر رعایت بکنید انشالله درمان براتون قطعی میشه و برگشت نداره و همینجور مرحله داروهاتون رو شروع کنید به کم کردن.